این از کمترین موردهایی است که برای دفاع از حقوق زنان مردان صدا بلند میکنند. تقریبا همه شرکت‌داران تجربه کار و زندگی در مهاجرت را دارند. آنها میگویند شاهد مناسبت بد با دختران قرغیز، شرایط کار و رفتاری آنها شدند. برای چی ما می‌خواهیم سفر دختران تا 26 ساله به خارج من شود؟ اکثریتشان بعد ختم مکتب برای کار می‌روند. آنها مشکلات کلانسالان را حل می‌کنند. در یک حجره تا 15 نفر مرد و زن یک جا زندگی می‌کنند. این بد است. ارزش‌ها کاسته می‌شوند، خانواده‌ها از هم جدا می‌شوند. با عقیده فعالان جامعه دخترانی از 25 ساله بالا صاحب معلومات و صاحب کسبند و حقوق خود را می‌دانند. سیفه پریزاد 25 ساله در شبکه‌های اجتماعی شاید مایه حسد بیشتری هست. پریزاد تقریبا در 50 دولت بوده است. 5 سال پیش با مقصد کار به امارات متحده عربی رفت. 1 سال در شرکت کار کرد، بازآموزی کرد و حالا در یک شرکت هوایی خارجی رهبلد است. چند سال قبل من در روسیه بودم. بعضی ها را دیدم. رحمم اومد. اومدنشون به سبب نیست، چون کوشش میکنند که به خانواده و والدین کمک رسانند. حق نداریم اونها را ناسزا گوییم. افرادی هم بودند که سینشون از 25 پایین است، اما در این یا اون سو موفقند و متخصصان ورزیده شدند. از نگاه من سن و سال نقش اساسی را نمیبازد. هزارها شهروندان قرقیزستان در ایتالیا و کره، آلمان و آمریکا کار میکنند. اما صدها هزار دیگر سالهاست نان خود را از روسیه و قزاقستان و ترکیه می‌یابند. قبلا به همین مانند پیشنهادها با واکنش‌های تند مواجه شده بود. 6 سال پیش یک وکیل پارلمان پیشنهاد نمود که در تنهایی سفر دختران تا 22 ساله به خارج منع کرده شود. این مسئله حقوقی و البته سواد است. ما باید خودمون جامعه‌مون را باسواد کنیم تا اینکه آنها سوء استفاده نشوند. اگر این قانون قبول شود، پس آن حقوق دخترانی را که قابل مهنت هستند نقض خواهد کرد. از سوی دیگر نپذیرفتن پیشنهاد منع سفر دختران تا 26 ساله به مهاجرت جنبه اقتصادی هم دارد. سهم مهاجران در اقتصاد قرقیزستان زیاد است. تنها در سال گذشته مهاجران از روسیه به وطن بیش از 2 میلیارد دلار فرستادند.